به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه دهم از شیمی امیدو رو در خدمتتون هستیم. جلسه قبل تا اینجا خوندیم که آنیون های مشتق شده از اسیدهای ضعیف رو خوندیم که گفتیم محلول های بازی تشکیل میدن، که حتی گفتم این عبارت رو شما حفظ داشته باشید که اگه ما حالا به شما سوالی دادیم که احیانا آنیونی توش بود که مشتق از اسید ضعیف بود، راحت بتونید واکنشش رو بنویسید و انجام بدید. حالا قسمت دوم روش رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم. کاتیون های مشتق شده از بازهای ضعیف محلول های اسیدی تشکیل میدن. لطفا این عبارت رو هم حفظ باشید. پس هر دو رو بدونید که حالا اگه توی سوال شما حالا چه کاتیون شما چه آنیون، بدونید که توی محصول حالا گروه بازی ایجاد میکنه، یعنی OH ایجاد میکنه یا H مثبت، که بعد برای نوشتن واکنش خب خیلی راحت تر هستید و مسائل راحت تر میتونید حل کنید. خب حالا میگه کاتیون های مشتق شده از بازهای ضعیف. مثلا NH3 یه باز ضعیفه. کاتیون مشتق شده یعنی به دست اومده از باز ضعیف، خودش میتونه تو محیط های آبی به تنهایی H مثبت تولید کنه یا فرق نمیکنه HCO مثبت تولید کنه و محیط رو اسیدی کنه. درسته؟ پس من الان اگه یه باز رو مثل NH3 باز ضعیف باشه در حضور آب، میدونید که فلشمون رفته برگشتی میشه NH4 مثبت به اضافه OH منفی. خب این کاتیون مشتق شده از باز ضعیفه. خب که اینجا هم زیرش نوشتم این کاتیون به اضافه آب یه دونه Hش رو به آب میده، میشه NH3 به اضافه HCO مثبت. خب فرق نمیکنه چه من بگم HCO مثبت چه بگم H مثبت. خب مثل مورد قبلی که برای این کای باز مینه، برای قبلی یادتون هست اولی رو کای اسید می‌نوشتیم، بعدی رو کای باز مینوشتیم، بعد در هم ضرب می‌کردیم، با هم حذف می‌شدن، کای دبلیو میمون. دیگه من اینجا این کار رو انجام ندادم. شما خودتون میتونید برای بالایی یک کای باز بنویسید توی صورت این دوتا رو در هم ضرب کنید تقسیم بر NH3 H2O هم که لازم نیست بنویسید. برای پایینی هم یک کای اسید بنویسید، باز همین دوتا ضربشون رو توی صورت می نویسید، اینو توی مخرج می نویسید، H2O هم که لازم نیست. بعد کای اسید و کای باز رو در هم ضرب کنید، متوجه میشید دقیقاً مثل قبلی همه با هم حذف میشن، فقط H مثبت در OH منفی میمونه که همون برابر با کای W. پس در این مورد هم ما میتونیم از این رابطه برای تبدیل کای اسید به کای باز یا غیره یا برعکسش استفاده کنیم. خب یه مثال میزنیم. pH محلول 0.3 مولار NH4Cl را مشخص کنید. خب NH4Cl اینم یه دونه چیه؟ نمکه. NH4 مثبت Cl منفی. خب Cl منفی هم با آب واکنش نمیده، مثل همون مورد قبلی گفتیم که Na مثبت با آب واکنش نمیده. حالا اینم Cl منفی با آب واکنش نمیده، فقط NH4 مثبت هست که کاتیون هست. و کاتیون چیه؟ کاتیون یک باز ضعیفه و گفتیم که حفظ داشته باشید که کاتیون ها توی آب اسید ایجاد میکنن. درسته؟ خب کای باز رو اینجا بهم داده 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب من اول واکنشش رو می نویسم، بعد ببینم واکنشش من به کای باز نیاز دارم یا کای اسید، بعد اون موقع تصمیم میگیرم که اینو تبدیل کنم به کای اسید یا خودش رو مورد استفاده قرار بدم. خب نگاه کنید، من عمدن اینجا فرق گذاشتم با اونجا. اینجا نگاه نوشتم NH4 میدهد H مثبت به اضافه NH3. توی مورد قبلی دیدید نوشتم NH4 به اضافه H2O میدهد NH3 به اضافه HCO مثبت. خواستم دوتاشو داشته باشید که فکر نکنید با هم دیگه فرق دارن. من چه H2O به کار ببرم چه H2O به کار نبرم فرق نمیکنه، برای من محیط اسیدی ایجاد میشه. یعنی NH4 مثبت رو هم حتی اگه کنارش آب به کار نبرم، خودش رو میتونم واکنشش رو بنویسم. NH4 مثبت میدهد H مثبت به اضافه NH3. پس اینا با هم فرق نمیکنن، من عمدن حالا هر دو موردش رو براتون نوشتم. خب ما میگیم که اینجا محیط اسیدی ایجاد میشه، اما این به من کای باز داده. پس چون من کای اسیدی لازم دارم، الان باید کای باز رو تبدیل کنم به کای اسیدی. پس کای اسیدی در کای بازی برابر است با کای W یا همون 10 به توان منفی 14. کای اسید رو ندارم، کای بازم که گفته 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5 برابر است با 10 به توان منفی 14. کای اسید هم میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، که اینجا چون عدد صحیح ندارم فرض میکنم 1 دارم. 1 تقسیم بر 1 ممیز 8
کلا جواب آخرش در میاد 5.6 ضرب در 10 به توان منفی 10. خب این میشه کای اسیده. پس من از این کای اسیده باید استفاده کنم توی فرمولم. چرا؟ چون H مثبت آزاد شده و محیطم اسیدی شده. خب کای اسید برابر است با غلظت H مثبت در غلظت NH3 تقسیم بر NH4 مثبت. خب نگاه کنید، اینم مثل همون حالته. این گفته NH4Cl من 0.3 مولاره. خب میدونم این یه نمک دیگه، نمک هم یک الکترولیت قویه. خود NH4Cl رو اگه من براش تفکیک انجام بدم میشه NH4 مثبت به اضافه Cl منفی و چون این 0.3 اون دوتا هم 0.3 هستن، پس NH4 مثبت من 0.3. خب این گفته pH رو به دست بیارید. pH رو که به دست بخوام بیارم باید غلظت اینا رو به دست بیارم دیگه، که بتونم H رو به دست بیارم و H رو تبدیل کنم به pH. خب این هم مثل همون حالت دیگه، فرقی نمیکنه. این چون یک تعادلی هست باید بنویسم 0.3 منهای x، این x تولید میشه، اینم x و بذارم تو فرمول ثابت تعادل. خب کای اسیدی که خودم به دست آوردم رو میذارم برابر است با این دوتا مثل هم هستن، هر دو x هستن، پس می‌نویسم x2. خب اینجا فرض کردم که x مقدار کوچکی است و از آن در مقابل 0.3 صرف نظر میکنم. پس به جای NH4 مثبت به جایی که بنویسم 0.3 منهای x می‌نویسم 0.3 که رابطه ای من اون ساده بشه و خیلی راحت تر بتونم x رو به دست بیارم. البته بعدش باید تستشو بزنم ببینم اوکی هست یا نه. خب x2 حالا این دوتا رو در هم ضرب میکنم که میشه 1-68 ضرب در 10 به توان منفی 10. حالا از x برای که به دست بیارم x رو جذر میگیرم از این عدد و جواب نهایی میشه 1-3 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب این میشه چی؟ x من همون H مثبته و همون NH3. خب اینجا حتما باید تست رو انجام بدید، درسته؟ یه لحظه من نگاه کنم ببینم تست رو اگه ننوشتم بگم که خودتون آره من دیگه اینجا تست رو ننوشتم. لطف کنید حتما تست رو این قسمت حتما بنویسید، چون گفتم ما هر زمان از این استفاده میکنم باید تستش رو بنویسم. خب یعنی xی که من باید به دست بیارم کمتر از 5% ماده اولیه باشه. ماده اولیه من 0.3، 5% 0.3 تقریبا حالا 15,000 میشه، درسته؟ خب ببینم این عددم آره دیگه این 10 به توان منفی 5 حتما کوچیکتر از 5% ماده اولیه است. پس اوکی هست و من این x رو میگیرم جای همون غلظت H مثبت. حتما شما این قسمت رو هم انجام بدید. خب گفته pH میخواد دیگه، من H مثبت رو در آوردم 1-3 ضرب در 10 به توان منفی 5. pH رو میگم منفی لوگ H مثبت برابر است با اون عدد رو جای H مثبت میذارم. حالا میام تفکیکش میکنم، منفی رو هم درش اثر میدم. منفی لوگ 1-3 منهای لوگ 10 به توان منفی 5. لوگ 1-3 رو تو ماشین حساب در بیارید میشه 1/10. منفیش هم میذارم پس میشه منفی 1/10 منهای 5 که در منفی میشه مثبت، که جواب آخرم میشه 4.9 که pH من میشه کلا 4.9. پس این هم یه دونه از سوالی که کاتیون های یه باز ضعیف میتونن باعث بشن که محیطمون اسیدیه، مشخص دیگران اسیدیه، زیر 7 اومده، بنابراین pHی که زیر 7 باشه pH اسیدی است. پس نمک ها میتونن به گونه‌ای باشن که وقتی آنیونشون با آب واکنش بده برای ما چی ایجاد میکنن؟ باز ایجاد میکنن، مثل مورد اولی که توی جلسه قبلی گفتیم. همچنین مورد دومی که تو این جلسه گفتیم کاتیون ها هستن که کاتیون ها وقتی که با آب واکنش میدن، نمک هایی که یعنی کاتیونشون با آب واکنش میدن چی تولید میکنن؟ برای ما H مثبت تولید میکنن و راه حل برای هر دوش هم مثال زدم و حل کردم براتون. خب یه خلاصه از این موردی که خوندیم براتون نگاه کنید. یه راه حل کوتاه داریم. شما زمانی که به شما یه حالا تمرینی مثل تمرین قبلی داده باشن، یه نمکی که داده باشن به شما، خب شما میتونید با استفاده از این راه حل های کوتاهی که الان بهتون میگم همون اول یه پیش بینی اولیه داشته باشید که آیا مثلا این نمکی که بهم دادن pHی که به دست میارن باید اسیدی باشه یا بازی. وقتی اینو تو ذهنتون داشته باشید با استفاده از الان این راه حلی که من به شما میگم، اگه این دید رو تو ذهنتون از اول پیش بینی روتون درست باشه و اینو داشته باشید،
دیگه زمانی که تمام مراحل حل کردید، جواب به دست آوردید، بعد میفهمید که جوابتون درست هست یا درست نیست. الان من اون راه حل کوتاه رو بهتون میگم. نگاه کنید، اگه نمکی که دارید میخواید حالا pH رو بگیرید، نمک یه باز قوی و اسید قوی باشه، نمک یه باز قوی و یه اسید قوی مثل NaCl، درسته؟ Na مثل NaOH هست دیگه، NaOH باز قویه، Cl هم مثل HCl هست که یه اسید قوی هست، درسته؟ اگه این دوتا باشن، درسته، پس نمکتون NaCl باشه، یعنی هم بازش قوی باشه هم اسیدش قوی باشه، هیچ کاتیون و آنیونی آبکاف نمیشن. آبکاف یعنی همون واکنش دادن با آب منظورم هست. پس اگه من نمک این حالتی داشته باشم، نه کاتیونش و نه آنیونش با آب واکنش نمیده، بنابراین pH محلول من 7 میمونه که من این مورد اصلا نداشتم. من فقط مورد 2 و 3 رو برای شما توضیح دادم. خب اگه نمکت باز قوی باشه و اسید ضعیف مثل NaCN، باز قوی مثل Na دیگه، Na مثل NaOH که ما گفتیم Na آبکاف نمیشه، درسته؟ اما CN منفی آنیون یک اسید ضعیفه، بنابراین راحت آبکاف میشه. پس اگه نمکتون یه باز قوی و یه اسید ضعیف بود، مثل این حالتی که ما به شما گفتیم، شما به من میگی که Na مثبت کاتیون آبکاف نمیشه، فقط CN منفی که آنیون آبکاف میشه و ما گفتیم آنیون ها یون های OH منفی تولید میکنن، بنابراین pH ما میشه بازی و pH اون بالای 7، درسته؟ خب حالا اگه نمک باز ضعیف و اسید قوی دادن، به حالتی بود که مثل NH4NO3، NH4 این باز ضعیف اومده از NH3 میاد دیگه، NO3 از HNO3 میاد که یک اسید قویه، برای اسیدش قویه، باز ضعیف هست. اگه این مورد رو به شما بدن، باید بگیم که NO3 منفی که آنیونه آبکاف نمیشه برای ما، فقط NH4 مثبت که کاتیونه آبکاف میشه و کاتیونا هم برامون H مثبت تولید میکنن، برای اون pH محلول ما زیر 7 میشه. خب حالا اگه نمک باز ضعیف و اسید ضعیف باش چه کار میکنیم؟ مثل این حالت تو اینجا هم هر دو آنیون و کاتیون آبکاف میشن، اما pH محلول بستگی داره به مقدار آبکافت هر کدومشون، هر کدوم بیشتر آبکاف بشه pH از روی اون محاسبه میشه. خب من مورد 1 و 4 رو که به شما نمیدم، فقط 2 تا مورد وسط رو میدم، مورد دوم و مورد سوم که من مثالاش هم زدم. پس این راه حل کوتاه رو من برای این عنوان کردم که به زمانی که به شما یک ترکیب داده میشه، همون اول نگاش کنید ببینید کدومش میخواد آبکاف بشه. مثلا این قسمت بازی آبکاف نمیشه، این آنیون آبکاف میشه. چون آنیون آبکاف میشه OH منفی تولید میکنه، بنابراین pHی که در آخر به دست میاد باید بالای 7 باشه. اگه شما pHتون زیر 7 اومد، پس بدونید یک قسمتی از محاسبات رو اشتباه کردید. یا مثلا این قسمت شما بدونید آنیون آبکاف نمیشه، بعد که فقط کاتیونتون آبکاف میشه، خب کاتیون H مثبت تولید میکنه، بنابراین باید بدونید حتما pHی که در مرحله آخر به دست میاد حتما زیر 7، درسته؟ خب وقتی زیر 7 باشه، اگه شما احیانا pHتون بالای 7 بود، مطمئن باشید که یک جایی تو محاسبات رو اشتباه کردید. من فکر می‌کنم این بهتون خیلی کمک میکنه، برای اینکه چون آخه محاسبات خیلی طولانیه، احتمال اشتباه توشون هست. پس همون اول شما باید پیش بینی کنید که pH شما که pHی رو به دست بیارین بالای 7 میخواد باشه یا زیر 7. خب بریم سراغ مبحث آخرمون که تیتراسیون اسیدها و بازاست. خب اون مبحث هم تموم شد که یونها که میتونن تو آبکاف بشن و با آب واکنش بدن، محیط اسیدی و بازی ایجاد کنن، اون قسمت هم تموم شد. بریم سراغ تیتراسیون اسیدها و خلیه‌ها. خب من نمیدونم شما چه آزمایشگاهی رو گذروندین اصلا، آخه میدونم آزمایشگاه حالا دارید، اما نمیدونم الان آزمایشگاه 1 2 یا چند رو گذروندید. اما خب تیتراسیون یکی از مواردی است که ما توی آزمایش‌ها حتما به بچه‌ها میگیم، حالا حتی شیمی عمومی 1 هم اگه آزمایشگاهش رو گذرونده باشید، معمولا ما تیتراسیون رو توی اون قسمت هم بیان میکنیم. فکر کنم حالا خونده باشید، حالا اگرم نه که من اینجا توضیح کلی میدم براتون.
تیتراسیون اسید و قلیا یا همون بازها به این صورت هست که ما مثلا توی محیط آزمایشگاه یه محیط اسیدی داریم، بعد قطره قطره بهش محیط باز اضافه میکنیم. وقتی که رنگ بخواد تغییر کنه ما همون لحظه رو میگیم که دیگه این با هم دیگه نقطه همارزی پیدا کردن یا نقطه پایانی پیدا کردن و اسیدها و بازها با هم دیگه خنثی شدن. درسته؟ خب نگاه کنید، من یه محور براتون کشیدم، محور pH به روی حجم. درسته؟ خب اگه هر دو اسیدی که شما استفاده میکنن قوی باشه، نقطه همارزی دقیقاً در pH 7 اتفاق میفته. نقطه همارزی نقطه‌ای که دقیقاً اسیدها با بازاتون کاملا خنثی میشه، یعنی محیط دیگه نه اسیدیه نه بازیه. درسته؟ به اون میگن نقطه همارزی. خب الان مثلا HCl و NaOH رو من براتون مثال میزنم. HCl یه اسید قویه، NaOH یه باز قویه. خب HCl اگه من 50 میلی لیتر 1 دهم مولار داشته باشم، NaOH هم 1 دهم مولار باشه، یعنی دقیقاً مولاریته هاشون به یه اندازه باشه. چقدر NaOH لازم دارم؟ خب مشخصه، اینم 50 تا. چرا؟ چون هر دو قوی هستن، هر دو هم مولار هستن. پس شما متوجه میشید که به همون اندازه‌ای که شما از اسید استفاده کردی، همون اندازه هم باید از باز استفاده کنید که اینا با هم دیگه خنثی بشن. درسته؟ خب حالا اگه اسید ضعیف باشه، بازتون قوی باشه، نقطه همارزی بالاتر از 7 اتفاق میفته. اگه بازتون ضعیف باشه، اسیدتون قوی باشه، نقطه همارزی پایینتر از 7 اتفاق میفته. یعنی نقطه‌ای که اینا با هم دیگه برابر میشن بالای 7 یا پایین 7 میفته. اگر اسید و باز هر دو تاشون هم ضعیف باشن، به ماهیتشون بستگی داره که حالا pH شما بالاتر از 7 میفته یا پایینتر از 7 میفته. خب اگر یکی از موارد یعنی اسید یا باز ضعیف باشن، مثل این دوتا مورد، میتوان از فرمول زیر برای پیدا کردن حالا موارد مختلف توی تیتراسیون استفاده کرد. درسته؟ پس موردی که یکیشون ضعیفه یکیشون قویه، حالا هر کدوم باشه فرق نمیکنه، از این دو مورد اگه به شما سوال بدن شما میتونید از این فرمول استفاده کنید. فرمولش میشه pH برابر از P کای آ به اضافه لوگ آی منفی به روی HA. همین فرمول هم قبلش داشتید، قبلا برای موارد دیگه‌ای در موردش صحبت کرده بودیم و به دست آورده باشیم حالا اگه یادتون باشه. پس این هم برای تیتراسیون به کار میره، برای بافرها بود که براتون گفتیم و مثلا هم حل کردیم. همون برای تیتراسیون هم به کار میره. حالا من مثلا در موردش حل میکنم تا انشالله مشخص بشه که چجور ازش سوال میاد. خب این سوالی که هم مهم هست، یعنی جوری هست که بعد بهش دقت کنید تا متوجه بشید. اگه یه اشتباه کوچیکی توش انجام بدید، یکی از کسرا رو اشتباه بنویسید، دیگه حالا جواب آخرتون مطمئنا اشتباه میشه. خب سوال من اینه که در تیتراسیون 40 میلی لیتر از محلول یک اسید ضعیف تک پروتونی، نقطه همارزی پس از اضافه کردن 35 میلی لیتر از محلول NaOH 1 دهم مولار به دست می آید. خب پس من 40 میلی لیتر اسید ضعیف داشتم. میگه نقطه همارزی کجا اتفاق میفته؟ زمانی که من 35 میلی لیتر NaOH 1 دهم مولار بریزم، نقطه همارزی آغاز میشه. درسته؟ نقطه همارزی نقطه ای که کاملا خنثی میشه، اسید با باز کاملا یکی میشن و خنثی میشن، دیگه محیط اون نه اسیدیه نه بازیه. پس درسته؟ پس شما نقطه همارزی براتون خیلی مهمه که اینجا گفته نقطه همارزی پس از اضافه کردن 35 میلی لیتر از محلول NaOH 1 دهم مولار به دست میاد. خب pH محلول پس از اضافه کردن 20 میلی لیتر NaOH، ما گفتیم 35 تا بریزیم، این کلا خنثی میشه، اما این نخواسته خنثی بشه، میخواسته تو وسطش نگهش داره، یعنی هم مقدار اسید داشته باشم و هم مقداری باز داشته باشم، تو اونجا خواسته نگهش داره. گفته pH محلول رو پس از اضافه کردن 20 میلی لیتر NaOH برابر 5.75 صدم است. ثابت تفکیک این اسید رو معین کنید. درسته؟ خب اولا ببینیم چی ازمون خواسته. چون تیتراسیون هست، من از فرمولش رو اینجا نشونتون بدم. من از این فرموله میرم pH برابر از P کای آ به اضافه لوگ آی منفی به روی HA. pH رو بهتون داده، ثابت یونش یا کای A رو میخواد ازتون. درسته؟ پس pH رو بهتون داده توی موقعیت خاص که الان موقعیتش رو بررسی میکنیم. pH رو داده، پی کای آ رو اینجا به دست میاریم، بعدش هم از روی پی کای آ رو به دست میارید.
خب اینجا رو دقت کنید، برای من مهم این دوتا این کسره است که بنویسم، یعنی غلظت آی منفی و اچ آست. این برای من مهمه که من الان براتون توضیح میدم. نگاه کنید، این اسید اصلا مهم نیست چقدر میلی لیتر از اول بوده، برای من نقطه هم ارزیش مهمه، یعنی چقدر باز ریختم تا این کاملا خنثی بشه. درسته؟ پس این میخواد 100 تا باشه 50 تا باشه، اولیه برای من مهم نیست، مهم این مقدار NaOHیه که میریزه برای خنثی کردن اون. خب 35 میلی لیتر اگه من بریزم کاملا اسید با باز خنثی میشه، اما من اینجا 20 میلی لیتر ریختم. خب 20 میلی لیتر NaOH بریزم چه اتفاقی میفته؟ 20 35 اسید خنثی میشه، چون وقتی 35 تا بریزم کامل خنثی میشه، یک کسری از اسید خنثی میشه، یک کسریش هنوز باقی میمونه. پس 20 35 چون 20 میلی لیتر ریخته 35 تا باید بریزه، 20 35 اسید خنثی میشه، تبدیل میشه به آنیون و چقدرش میمونه؟ 15 35 اسید باقی میمونه. یه بار دیگه میگم، پس شما وقتی که یه مقداری تو وسط اون نگه میدارید، درسته، اون مقداری که اضافه کردید یک کسری از اسید خنثی میشه، یه مقداری از اسید باقی میمونه. پس چون 20 میلی لیتر اضافه کردی و با 35 میلی لیتر کل اسید شما خنثی میشد، پس 20 35 اسید خنثی میشه، 20 35 اسید خنثی میشه، تبدیل میشه به آنیونش و چقدرش میمونه؟ از 20 35 15 35 باقی میمونه که اسید ما هست. خب پس الان میتونم این کسر رو کامل کنم، جای آی منفی میذارم 20 35، جای اچ آیا اسیدی که باقی مونده 15 35 می نویسم، 35 با هم دیگه میرن، 20 15 هم برام میمونه که میشه 1/33. خب پس من از قبل این عبارت رو حساب کردم که نخوام بذارم و دوباره حساب کنم، پس میشه چی؟ 1/33 جای این کسره میتونم قرار بدم. درسته؟ اینو حتما به خاطر بسپارید، اکثر دانشجو اشتباه میکنن و این کسرا رو اشتباه مینویسن. پس ببینید چقدر اضافه کرده، اون میشه مقدار مصرف شده اسید که به آنیون تبدیل میشه، هر چی موند همون مقدار اسید هست. خب پس از رابطش استفاده میکنم، pH برابر است با P کای آ به اضافه لوگ آی منفی به روی اچ آ. جای pH 5/75 میذارم، P کای آ رو ندارم، به اضافه لوگ اینم که به دست آوردم 1/33. لوگ 1/33 حالا بزنید میشه 12 صدم. پس 5/75 12 صدم میارم این سهم منهای 12 صدم میشه P کای آ. P کای آ که میشه 5/63. خب ببینید بعضی دانشجو تو همینجا نگه میدارن پیکای آ، من ازتون پیکا نخواستم، من ازتون دقیقا ثابت یونش خواستم، یعنی کای ای. پس مثل پیچی که به دست می آوردید حتما باید این کای آ رو هم به دست بیارید. پس من میگم پیکای آ دقیقا مثل پیچ برابر است با منفی لوگ کای آ. پیکای آ 5/63 هست، منفی لوگ کای ای، همه رو در یه منفی ضرب میکنیم، منفی میاد این ور تساوی. الان که میخوام لوگ رو از بین ببرم، این ور باید بگم 10 به توان این عدد، پس کای ای برابر است با 10 به توان منفی 5/63. خب کای ای برابر است با، باید اینو تبدیل کنم به چی؟ به یه عدد صحیح منفی نزدیک به خودش، پس میشه 10 به توان منفی 6 ضرب در 10 به توان 37 صدم. خب 10 به توان 37 صدم هم توی حالا ماشین حساب میشه 2/3، 10 به توان منفی 6 هم میذاریم، پس این شد کای اسید. پس ببینید چه چیزی رو از شما میخواد. توی تیتراسیون همه اینها میتونه مجهول باشه، درسته؟ الان اینجا برای شما کای ای رو مجهول گرفت، ممکنه بود pH رو براتون مجهول بگیری یا هر مورد دیگه ای. پس این فرمول هم برای تیتراسیون استفاده میشه، برای تیتراسیونی هم استفاده میشه که من قبلیشو باز کنم که این دو حالت رو داشته باشه، یعنی یه اسید با باز قوی یا یه باز ضعیف با اسید قوی میتونه برقرار بشه. خب فصل 2 تونم تموم شد. سعی داشتم که توی 6 جلسه تموم کنم، حالا نشد و من توی 7 جلسه تمومش کردم. الان 10 جلسه به شما تدریس شده، انشالله این 10 جلسه برای امتحان میان ترمتون خواهد بود.
من هماهنگی میکنم توی گروه و کلاس های آنلاین رو مشخص میکنم برای رفع اشکال. انشالله کلاس های آنلاینمون که برگزار شد تاریخ امتحان میان ترمم آماده میکنم و به شما میگم میخوام سریعتر امتحان میان ترم گرفته بشه که اگه اساتید خواستن بعدش ازتون امتحان میان ترم بگیرن دیگه حالا برخوردی نداشته باشید. انشالله من این قسمت رو که از برای امتحان میان ترم گرفتن، این فصل اول و دوم دیگه بر شما حذف میشه. یه مقداری از نمره پایان ترم دیگه، حالا 10 نمره احتمالاً ازتون میان ترم بگیرم. حتما خوب بخونید چون راه جبرانی دیگه نیست. این 10 نمره به شما دیگه تعلق میگیره. حالا هر مقداری که تلاش بیشتر کنید به نظر من به نفعتون هست که از اون ور فشاری برای امتحان پایان ترمتون نیاد. این قسمت رو ما دیگه حذف میکنیم، نمرش هم نگه میداریم. انشالله برای پایان ترم دیگه ادامه رو تدریس میکنیم، هر چیمون برای امتحان پایان ترم و انشالله هر دو نمره با هم جمع میشن و نمره اصلیتون حالا مشخص میشه. خب موفق و مؤید باشید انشالله تا جلسات آینده. خدا نگهدار.